انعطاف این کفش فوق‌العاده است. سلام رفقای فوتبالیستم، حالتون چطوره؟ آریان اسیرخانی هستم از استودیوی فوتبالی تیرکمان. مدتی بود دنبال یک کفش سرعتی و انعطاف پذیر میگشتم تا اینکه متوجه شدم نایک کفش فانتوم جی ایکس الایت رو معرفی کرده و ادعای خاصی روی این کفش داره که این کفش با سرعتی بودن، چابکی بودن و انعطاف پذیری بالایی که داره میتونه نیاز هر بازیکنی رو تو هر پستی توی زمین برطرف بکنه. به خاطر همین امروز اومدیم تا جدیدترین سری کفش‌های نایک فانتوم یعنی فانتوم جی ایکس رو با هم تحلیل و بررسی بکنیم، با هم رده‌هاش مقایسهش بکنیم و این کفش رو به چالش بکشیم. پس اگر میخوای این کفش رو خریداری بکنی یا از مزایا و معایبش برخوردار بشی و بدونی اصلا به درد خریدن میخوره یا نه، تا آخر این ویدیو با من باش. بریم سراغ آنباکس. خب تا دارم آنباکسش میکنم اینو هم بهتون بگم که به زودی کیتا و کفش‌های مختلف فوتبالی رو میارم توی استودیو تا تستش بکنم. پس پیج ما رو فالو کن تا این ویدیوهای خفن از دست ندید. جالبه بدونید که سری کفش‌های فانتوم از 3 سال پیش تولیدش شروع شد و جایگزین کفش‌های ماجیستا شد و در سری‌های فانتوم مدل جی تی 1 و جی 2 و این جی ایکسی که امروز اینجاست تولید شده. اسم کامل این کفش نایک فانتوم جی ایکس الایت و جی ایکس مخفف گریپ نایک به معنای کش بافتنی و الایت هم به معنای چابکی و نخبگی کفشه و نایک میخواسته این منظور رو برسونه که این کفش یک کفش چابک و سرعتی و باحاله. متاسفانه بعضی از بازیکنان فوتبال وقتی میرن کفش استوک بخرن هیچ اطلاعاتی در مورد اون کفش ندارن. هر کدوم کفش قشنگ‌تر بود میزنن زیر بغلشون از در فروشگاه میان بیرون. خواهشاً اطلاعاتتون رو در مورد کفش‌های فوتبال ببرین بالاتر بعد خرید کنید. خب بریم سراغ این کفش. این کفش خوشبختانه تو 3 نسخه آکادمی که الان پیش ما نیست، نسخه پرو و نسخه پرو دی اف که بهترین نسخه اونه تولید شده. نسخه آکادمیش 80 یورو قیمتشه، نسخه پروش 160 یورو و نسخه پرو دی اف که بهترین مدل اونه با 240 یورو داره تو فروشگاه کل دنیا به فروش میرسه. هری کین برای اولین بار هری کین تو جام جهانی 2022 قطر از فانتوم جی ایکس استفاده کرد. بعد هم غول نروژی هالند این کفش رو پوشید. بازیکنان دیگه هم مثل دی بروینه، فیل فودن، رودریگو و کای هاورتس هم از این کفش استفاده کردن. البته کمتر کفشی است که توی این دور زمانی که هر روز 10 تا مدل کفش مختلف از برندهای مختلف میاد بیرون تو پای بازیکن‌های حرفه‌ای چند سال بمونه. اما من احتمال میدم این کفش حالا تو پای بازیکن‌های حرفه‌ای بمونه. خب اول بریم سراغ خوبی‌ها یا بدیهاش. انصافاً که دلم نمیاد این کفش رو با بدیهاش شروع کنم. عاشق این کفشم. کلاً کفش‌های با روی پارچه‌ای کفش‌های خاصی هستند. انعطاف پذیری بالا، تسلط بیشتر روی توپ و در نهایت آزادی عمل از ویژگی‌های نایک فانتوم جی ایکس که همه رقیباشو درو کرده. به نظر من این کفش واسه اون دسته از بازیکن‌های چابک، سرعتی، ریزنش و خوش‌تکنیک و اون افرادی که میخواد تسلط فوق بالایی روی توپ داشته باشن. به نظر من یکی از بهترین مزیت‌های این کفش این تسلط بالای روی توپی که به شما میده و اون چابکی کفشه. روی این کفش قسمت جلویش از کاملا جنس پارس است که از 2 نخ مختلف تشکیل شده. یکی از نخ‌ها جارت تار عنکبوتی داره و چسبندگی خاصی داره، به شما تسلط بیشتر روی توپ میده و نخ زیریش استحکام کفش رو بالا میبره.
لایه پارچه‌ای میگه پوست نایکی. این لایه پارچه‌ای به شما امکان میده که تمامی آب و هوای مختلف باش بازی کنید. اگر عشق میکشه برو تو خاکی بازی کن. اگر عشق خاکی یک کار بره خاکی می فوتبال شاولین بی. طراحی این کفش بسیار خاصه و نایک توی این کفش از رنگبندی‌ها، شیپ‌ها و اشکال‌های مختلفی استفاده کرده و تا حالا مثل این کفش ما ندیده بودیم از این کفش در رنگبندی‌های مختلفی تولید شده. کلاً نایک مداد رنگی 32 رنگ از این طرف زده. یه نکته جالب تو طراحی کفش‌های نایک بهتون بگم که گرم‌ترین نقطه این کفش وقتی شما از این کفش دارین استفاده می‌کنید این آرم اسموش نایک این سیاهه که حالا تو رنگبندی‌های مختلف این رنگش متفاوته ولی کلاً گرم‌ترین نقطه کفش اینجاست. روی این کفش حالت کشی داره و این یک مزایای خیلی خوب واسه افرادی که پای پهنی دارن، چون این افراد هر کفشی رو نمیتونن بپوشن و باید از کفشایی استفاده کنن که رویش کشی باشه و بعد از یه مدت قالب پاشون رو بگیره و نایک فانتوم جی ایکس بهترین گزینه واسه اوناست. بریم سراغ یکی از بدیهای این کفش. یکی از بدیهاش این رویه نازک پارچه‌ایشه. کلا رویه‌های پارچه‌ای در مقایسه با رویه‌های چرمی و پلاستیکی استحکام و مقاومت بسیار ضعیف‌تری دارن و با این کفش اگر کسی با استوک بیاد روی پاتون قطعاً پاتون نابوده. شاید این سوال برای شما هم پیش اومده باشه که این کفش واسه چه پستایی مناسبه؟ آناتومی طراحی این کفش طوریه که این کفش واسه بازیکن‌های سرعتی و ریزنق و بازیکن‌های قدرتی مناسبه و یکی از شاهکارهای این کفش چند پسته بودنشه. اما این کفش رو واسه گلرها اصلا پیشنهاد نمی‌کنم به خاطر روی پارچه‌ای که داره یه ذره استحکامش نسبت به کفشایی که از روی چرمی و پلاستیکی برخوردارن کمتر. از نایک فانتوم جی ایکس فقط توی چمن‌های طبیعی استفاده بکنید. من یه سری افراد دیدم که با کفشایی که زیرشون FGه و مخصوص چمن طبیعیه اینا تو چمن مصنوعی با چمنی داریم. خب اینجوری عمر کفش خیلی میاد پایین و این کفش رو نابود میکنید. آخه حیف اون کفش نیست که تو پای شما هست. البته به زودی یه محتوا تولید میکنم در مورد زیره کفش‌های استوک و مکان‌های استفادهش. منتظر اون ویدیو هم باشید. تو پرانتزی نکته رو هم بهتون بگم که نایک گفته بعد از استفاده بلندمدت شما از این کفش این رنگ کفیش از بین میره. البته من خودم هنوز استفاده بلندمدتی از این کفش نکردم اما منتظر ویدیوی استفاده بلندمدت من از این کفش جذابم باشه. مطمئن باشید این کفش از هر فروشگاهی نخرید چون که طرح‌های غیر اصل و درجه 2 و 3 این کفش خیلی زیاد شده و همین که تو فروشگاه‌های مختلف رنگ‌های خاص این کفش رو با قیمت‌های افسانه‌ای می‌فروشن. امروز که داریم این ویدیو رو ضبط می‌کنیم یعنی 20 مهر ماه قیمت نسخه پروی این کفش بین 2 تومن تا 2,200 و نسخه دی افش هم بین 3 میلیون تا 3,200. البته میتونید همین کفش رو با قیمت مناسب از فروشگاه خودمون یعنی تیرکمان فوتبالی خرید کنید. واسه خرید این کفش کافیه فقط $1. خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. واسه اینکه ویدیوهای جذاب فوتبالی بعدی رو از دست ندید حتما ما رو فالو کنید تا یه ویدیو دیگه شما رو با خدای بزرگ میسپارم. یا علی.